هویت جدید سر قبلاند نام هویت افغان سر قبلاند جغرافیات چنج کرد ایره کلش ده یک جواب می باز بر من جواب بده. امی کلانایتان دو زمان کجا بود؟ یکی دوم دیگه جواب خو ملنگشاه برداد گفته اینمی کل چیز هویتتان است تو کل چیز است تو دم جغرافیا یکشم برات نمیتیم یکشم این جغرافیا بگیریم. امی فعلا در افغانستان فعلی و خراسان شما خراسان خدا بیامرز صحیح است؟ نه خراسان خدا بیامرز امی آدرس سیاسیت از این بسته تبارت کی است؟ کی است؟ درست. سوالتون تمام شد؟ تمام شد بفرمایید. هویت ما جعل شده از دوران امان الله خان که محمود طرزی اولین شخصی بود که گرامر پشتو را نوشت و در لالا از خودت پرسان کردیم که هویتت که جعل شده کلانایت کجا بود؟ محمود طرزی را چی کار داری؟ کلانایت تو کجا بود که هویت سر تو جعل شد؟ اینی را جواب بده. محمود طرزی الفبا را یاد نداشت، عربی گپ میزد، انگلیسی گپ، اینا به ما چی غرض؟ هویت تو جعل شده کلانایت کجا بود که هویت جعل سر قبولان؟ از تو با فرهنگ است، صبر کن. از تو با فرهنگ است، از تو زور داره. شما خو شعر هستین، شما خو زدنیستین. امی کجا بود در همون زمانی که هویت تو جعل میشد؟ تو بی غیرت بودی؟ کلانایت بی غیرت بود یا افغان زور داشت؟ اینی سوال اینی را جواب بده. تو نبیا برای من محمود طرزی را تشریح نکن. محمود طرزی را خو نواسهش اینجا آمد جواب داد ملنگشاه. تو بیا برای من بگو که امی هویت تو که جعل شد کلانایت تو کجا بود؟ چرا ماندن که جعل شود؟ اینی را برای من جواب بده. بفرما. در زمانی که هویت ما جعل شد از بدخشان شروع و تا کابل و ولایاتی که اجازه بدین ولایاتی که همه تاجیک نشین بود همهش خل سلا و همهشان دست بسته بودن، هیچ کاری از دستشان بر نمی‌آمد. دستاش که بسته کرده بود عبدالرحمن خان، امیر امان الله خان و آمده تا نادرشاه تا بالاخره همه اینا. یک دقیقه جانی جاری یک دقیقه جانی ببخشید جانی لالا مهربانی نه بفرما. نه حرف زور نیست. سایکو بیادر یک دقیقه گوش ما مردم کر ساختین که ما شعر هستیم، ما پلنگ هستیم، ما زدنی هستیم، ما فتح میکنیم. حقیقت تاریخ نمیست. خب حقیقت تاریخ من زیاد صحبت های خود ادامه نمیتونم. چی در دوره اول طالب خب وقتی که امارات شکست عقب نشینی کرد. کار نداره من نمیخوایم کار بس بخوایم روی نظام چرا میترسی؟ یک دقیقه سقوط کرد اینا من برات میگم سقوط کرد یک دقیقه سقوط کرد ولی تو به زور تو رو سقوط داده نتونستی. 47 کشور آوردی به زور بی 52 را دواندی. خب یعنی اگر در دوره جهادتان جهاد کردین پاکستانی رو در کنارتان آوردین، بیگانه رو در کنارتان آوردین، یعنی خودتان صفر هستین. نمیدانم مدارس حقانی از ما بود در پاکستان. چی میتونی از خود بگو؟ باش خودت گفتی عسکر هستم. عسکر سه طالب سقوط کرد در 2021 طالب عقب نشینی کرد، طالب شکست خورد، هر کاری کرد. ای از سال 2021 است. ما از سال که تو گپ میزنم که بالای 100 سال تاریخ داره. بالای 100 سال 104 سال میشه از استقلال افغانستان که توسط امان الله خان استقلال 100 چند سال؟ 104 105 سال تقریبا. دقیق 1298 از 1400. امی هر چیزی که تو میگی هر چیزی تو پیشتر خودت آمدی گفتی من از تاریخ چیزی را میفهمم نه از کتاب چیزی را میفهمم. حالا آمدی اینجا بر ما تاریخ ریاضی است. ما ریاضی خود در صنف 3 و 4 هم میفهمم. بسیار دستتان کی بسته کرده بود؟ سران قوم پشتون. کی؟ همون کسایی که در رأس بودن. یک بار براتون گفتم. کی؟ بگو. یک بار گفتم دیگه. حافظه باید داشته باشی. تایکو حافظه جانی گپ زد اینجا فکر نه تو فکرت باید بلایت می بود. بسیار خوب اینم فکر کنم. سران قوم پشتون آمد دستتان بسته کرد، خل سالایتان کرد، هویتتان تحمیل کرد، سرتان هویت افغان امان. صحیح است؟ بله. و اقوام دیگر زیر نام پشتونیزه آورد اونا را پشتون مثل منگل صافی. او برادر کوتاه کدید پیش میریم. ما خو اول سر غیرت و بی غیرتی گپ نمیزنم به هیچ کسی بر نخوره چون اینجا ازبک هم 6 است هزار هم 6 است. صحیح است؟ ما خودم سادات هستم.
تو تاجک هستی، افغانش نیست در بین ما. پشتون شاید در پان لایف باشه که هستم خیلی زیاد ولی در بالا نیست. خیر تو مشهور افغان اجازه بده سیس همین من مشهور افغان حداقل مشهور کسی باش که قومت از پشت سر دست شباسته کرده دم زور اویت سرش تحویل ده خود حداقل مشهور کسی باش که بیره کنه غیرت داشته باشه. اجازه اجازه مشهور کسی باش، غلام کسی باش، چاپلوس کسی باش که تو بیایی به زبان خود بگویی که دست قوم ما از پشت سر بسته کرده بود، ما را خلصالا کرده بود، دم زور هویت افغان سر ما ماند. ایناله در رو سرزمین هزارم بود، در رو سرزمین ازبکم بود، در رو سرزمین ساداتم بود، در رو سرزمین ایماق بود، گوجر بود، عرب ها بود، 32 قوم بود. وقت پشتون نظر و تحلیل تو که استادت برات یاد داده که در گذشته ها در 100 سال پیش یا 120 سال پیش پشتون آمده دستایتان بسته کرده و هویت افغان سرتان تحمیل کرده، پس به زور پشتون از اینجا تا مکه شریف تسلیم و سلام، هم تسلیم و هم سلام، که غیر از خود سران بسته اقوام دستش از پشت سر بسته کرده و هویت افغانیت سرش تحمیل کرده. یک جغرافیا را نامش چنج کرده افغانستان مانده. دو پیسرم به نام قوم خود زده افغانی مانده نامشه. اینال دوست اینال من اینجا من باز دمی زیر می ظلم مام قرار میگیرم. ایناله من قوم یاد نمیکنم که نه نجیب خفه شوه، نه ما خفه شوم، نه جانی خفه شوه و نه دوستای غیر پشتونی که در زیر لایف است خفه شوه. سران قوم ما و تو بی غیرت بود یا افغانا غیرتی بود؟ کدامش زورآور بود؟ خلاص شد دیگه خواهید امیری جواب همه چرخه گیری و همه چیز دیگه تمام اصال ما جواب بدم. بفرما. آها درست. در زمانی که گفتم برای خلق نه کمی دمیره بگو کوتاه بگو قوم تو بی غیرت بود، بزرگان تو یا پشتونا غیرتی بود؟ امیر جواب بده یکی و خلاص. کجا؟ همین حال سادات که گریخته همیش نسبت افغانستان اعلام ما گپ زده میتونیم همین آور صاحب لغت کده گفت تمام صحبت کنیم یا نه؟ نه دوستا عزیز خب ببینیم از افغانستان سعی که من اینجا سر سادات بس نمیکنم. ساداتای عزیز برادر صدقه چم یاور سعی کن همین تو نام تک یاور ماندی. سران قوم ما بی غیرت بود گریخ رفت. از خود بگو بیادر. تو گفتی که در افغانستان یک دانه سادات نیست کلش گریخته. از امی سادات ها من مزدت میخوام که سادات ها عزیز اینجا احساساتی نشوین. خوب اگر متوجه هستین که بس در کجاست. فرض کن که سادات ها کلش از افغانستان گریخته، ایج افغانستان سادات نداره. سوال جواب بده. افغان سر تو تنها مانده نشده، سر هزارم مانده شده، سر سادات هم، سر ازبک هم، سر کلگی سران. ولی من امروز صدای خود بلند میکنم این ناعدالتی و نابرابری را جلوش میگیرم. آفرین. امروز که صدایت بلند میکنی خانه پدرت آباد، امروز که عدالت خواهی میکنی خانه پدرت آباد. ما و جانی هزاره و نجیب ازبک هم امرایت استاد هستیم. سوال این نیست، سوال این است که در گذشته سران قوم ما و تو بی غیرت بود یا افغان غیرتی بود؟ اینی رو برای ما بگو. در مقطعی که شرایطی که قرار داشتن من نمیتونم قضاوت کنم که او بی غیرت بود یا پشتون زور داشت. اما تو واقعیت رو برمیم چون در روز فعلا این خواهد گذشته شد. فعلا سران ما و تو بی غیرت است گریختن یا پشتون غیرتی است که در قدرت است؟ پشتون معامله کرده رفیق. البته سران با احترام به قوم شریف. تو چقدر ضعیف بودی که فرهنگ است تو یک دقیقه. تو چقدر ضعیف بودی که فرهنگ است تو، کلتور است تو، کلچر است تو، عنعنات است تو، جغرافیا است تو. باز یک پشتون آمد تو را معامله کرد خیلی تو هیچ به درد نمیخوری. 5 کشور کشی تو میرم بگو جانی 48 کشورم کردی میشن برسد. پشتون کدی مملکت پشتون کدی مملکت غنی کرده برادرای خود. امروز اینا تو به نمایندگی شکل باشه میخوری. این کشور خودم میخرن، خونا کشور خودم نمیخرن که خودت به زبان خود میگی غنی کرده برادرای خود مملکت. صحیح از 100 سال پیش قدرت به دست پشتون باشه. اجازه خو بده نه غیر پشتون. اجازه خو برام بده. 100 سال پیش گفتی که در روز زمان من نبودم و گفتم نمیتونم که پشتون غیرتی بود یا سران دیگه اقوام بی غیرت بود. اینو گفته نمیتونی. در افغانستان در پیش روی موضوع سقوط کرد. در 3 سال پیش در زیر لایف 800 700 نفر کستین تمامتون در پیش چشمتون افغانستان سقوط کرد از یک دست. اجازه بدید. در زمانی که غنی امرای برادرای خود مملکت سران قوم و موت کجا بود؟ لالا 3 سال پیش. همی 3 سال پیش فروختن. همی سران قوم و ما و تو هم فروختن. من نمیگم این ادعا ندارم که نه.
چرا ما با چشم خودی را دیدم از وزیر دفاع گرفته تا همه و همش ولی بسیار یک سوال همیشه در لایف هایتون همی عکسایی را که فعلا انتخاب کردین شما ویدیو هم آپلود کردم زیاد پیش نرفت اکانتم یک ذره خراب شده کارخانه قهرمان سازی دارین شما در هر جایی که برسین قهرمان میسازین یکی را ساخته بودین آمد کارخانه تان دکانتان طالب بسته کرد کنه تان در اروپا دوانده حال دوباره در اروپا شروع کردین هر کس گیری میرین قهرمان جور میکنین عکسای از رو بالا کی طرف یک منبع درآمد برای خود پیدا کردین حرف تمام یک دقیقه نه تمام نشده در لایف هایتون همیشه میگین که پشتون همیشه فروخته پشتون همیشه معامله کردن حالا خب با زبان خودت میگی که سران ما معامله کردی بازی چطور میشه بله من این چیزی که واقعیت باشه واقع گرانه آدم باید بس پیش ببره نه به یک سوال شخصی یک سوال شخصی اجازه بدید که من حرف جانی بیادرم من جواب بدم در معامله در مشکلات افغانستان آگاهی و روشنسازی نسل جوان است که در رأس از او آقای یاور صاحب قرار گرفته و ای به او استناد قهرمانسازی هایی که اقوام دیگر به شمول قوم تاجک در افغانستان میکرد او بحث علایده است این بحث علم و فهم و دانش و آگاهی است شما روشنگری میکنین؟ بله بسیار خوب شما هویت طلبی میکنین؟ امروز ما در نه تنها سیکو در قبال چند چیز ما ایستاده هستیم نه جنایات طالب دیگرش همه مانیم سیکو دیگرش نه بیبی نگریز جنایات طالب بسیار خوب یک درست که بر اقوام غیر از پشتون صورت خود گپ بزن تو از قوم ما چه گپ میزنی سیکو اقوام غیر پشتون اجازه اقوام غیر پشتون جانی هم است اقوام غیر پشتون نجیب هم است اقوام غیر پشتون ما است فنشی رفیق خودت چرخه گیری طالب هستی جان یک دقیقه از آدرس خود بگم خیالش راحت شه از آدرس ما فقط یک کلمه که خیالش راحت شه ما از قوم مزار هستم ما هویت ملی دارم ما افغان هستم افتخار میکنم از جغرافیای افغانستان هستم به افغانستان افتخار میکنم سران قوم ما در اونمو زمانم بودن اینمی واژه را انتخاب کردن یک پل ارتباطی در بین دیگر اقوام افغانستان گذاشتن که واژه افغان مرا ارتباط میده به دیگر اقوام افغانستان واژه افغان که من وردارم باز کسی را من نمیشناسم چون اونمو واژه افغان است که نمی سادات برادر ما شده هموطن ما شده اینمی نجیب هموطن ما شده برادر ما شده واژه افغان که نباشه من تو رو نمیشناسم که تو کی هستی از آدرس قوم خود گپ بزن یک خوب سوالا بگی باز از آدرس قوم خود گپ بزن گوش کن من برای چی میگم اسکر خودت گفتی اسکر هستم من به مخاطر اسکر صحبت میکنم شما هویت طلبی میکنین هویتتون میخواین بگیرین یک صحیح هر چی که میگی برای قوم خود افغان خود نیستی نه نیست پاسپورت داری بله بسیار خوب افغان نیستی پاسپورت داری در پاسپورت کلام نشته است افغان تذکره هم کردید گپ نمیزنم مگر در تذکره هم افغان نشته است در پاسپورت تحمیل شده یک کلام اجازه بده تحمیل شده یا نه سر بله حاضر هستی پاسپورت پاره کنی چون از افغانیت بد در وقتش بله در وقتش حالا چرا نمیکنی حالا خو سیستم بد استمانه است حالا خو قدرت بد استمانه است جغرافیا بد استمانه است پاسپورت تا پاره کو از افغان بدت می پاسپورت تا پاره کو ببین سایکو یکی ضرورت زمان است یک کار دیگه میکنیم سایکو یک کار دیگه میکنیم اینی بیادر دیگه را وقت بتیم تو هر وقتی که پاسپورت تا پاره کردی مایک تواس که اگر نکردی هم باز پسان مایک تواس که خوش آمدی سلام علیکم همه جان عزیز جانی دادر دیگه ما یاور صاحب هویت ملیم افغان است هویت تباریم تاجیک ولی میگم ما فارس هستیم ما انا 22 سال شده 12 سال مکتب خوندیم در مکتب به نام ادبیات دری داریم دیگر کتاب فارس نداریم اگر میگه فارس هستم یک تا 6 بخوان که تو فارس هستی یا دری زبان اینی میره بخوان یک تا 6 اگر یک تا 6 خواندی فارس معلوم میشه یا دری زبان چی رقم میخوانه یا فارس چی رقم میخوانه مقصد داخل شیش نکی که بیاب میکنیم رفیق لهجه من تو دریست اما زبان ما فارسی هست بسیار گپ خوب اشاره کردی لهجه ما و شما دریست نکو رفیق خدا اینقدر زودتر با یک نه بهترین گپ زدی لهجه داری زبان فارسی بسیار خوب در مکتب
مضمون دری خوند یا فارسی؟ امی جل شده. ما خود دلم به خاطر امی جل شده. چرا تالیف کتابای ما در پاکستان شده؟ یک دقیقه با حرف میزنم. ما که بسته میکنیم یک دقیقه. هم جل شده. تو همین موسی جان گرت بزن. نه موسی جان زیاد منتظر. قرائت فارسی در دوران خود امان الله خان هم است. ما یک تبسم که امان الله خان موسی جان تو زیاد منتظر من. موسی را اجازه بدن گپ بزنم. کتاب پاکستانی و دیگر چه میکنی؟ فارسی تو از زمان برآمد گوش کرد. بسیار خوب. زبان فارسی تو زبان فارسی تو برآمد که کتابای ایران در داخل افغانستان می آمد. اون از زبان فارسی تو شروع شد. دیگه تو زبان فارسی تو تاریخ نداشت. آقا صاحب خیلی ما آمدیم نفر پایین بردی امیرت بیا قصد که تا دلت نه همین نفر مشخص اگر که کتش گپ بزنیم مال خود شما اینجا هستی از آدمهای قوم خود گپ زده بیا دگاش بی تربیت است. دگاش یگان دانه با تربیت امیر بیار که ما کت از امی گپ دیم که دگاش نه بیا که چی کنیم ما تو بحث صحیح بکنیم تو بیا دوست محترم قصد از ما چی گفته رئیسی آمد